طعمه اینم تاثیر گشم. تنهایی اومدم رو تو حرفام زشت. یونو اینجا شهره مثل تنگیز عاشق که تاثیر نمیگیرم. فقط میخوام فالوور بگیرم. من پول میخوام تا ابد به خاطرش همه چی میگم. آبروی من برا تو انگار میگیرن از خراتو. اینجا عاشقیاش هم بهونه است دیگه بدون پولیتا نمیرم. یه اومدم تو جزیره منو حتی ننم نمیپذیره. بابا من روز بهمی که اشک از روزی که اومدم اسیره. هنو مونده که بفهمی خولم من خیلی بیشتر از اینا اسکولم من. دیگه تپه نریده نذاشتم میرم دنبال تپه بلندتر. آجی الله بیا بریم دعوا. خواننده مارکیوس، تنظیم تغرل. یک سریا هستن که یه حرفایی من ازشون شنیدم و میدونم که در بیاد واقعا روشون نمیشه تو روی همدیگه نگاه کنن. ما هنوز خانوادتا ناراحتیم که دکتر مایکل جکسون باعث مرگ ایشون شد. یه سلام گرم به همه شما دوستای عزیزم. اینجا چه خبر شده؟ اینا چرا دارن گریه میکنن؟ مارکیوس میشه بهم توضیح بدی اینجا چه خبره؟ تغرل جسس. برای چی؟ چرا آخه باید ساکت شم؟ مجلس ختم مایکل جکسونه. چرا چرت و پرت میگی؟ مایکل جکسون سال 2009 مرده، یعنی 16 سال پیش. سننه سالگرد گرفتیم براش. یعنی چی به من مربوط نیست؟ آخه سالگردش هم بخوای حساب کنی الان نیست، توی ماه ژوئنه. همزمان با مجلس ختم دادگاه قاتل مایکل جکسون و قاتل بروسلی برگزار میشه. از دست تو مارکیوس. آخه چرا انقدر منو سر کار میذاری؟ خب سوال جواب دیگه کافیه و بریم سراغ برنامه و ببینیم که چه خبره تو این دیوونه خونه. اما قبلش یه فلش بک میزنیم به صحنه‌های جالب قسمت‌های قبلی. اگه تو اینجا ویدیو رو دوست داشتی اون بیلاخر رو انگوش کن. اصلا من اولین دختری که به نظر من توی این ویلا دخترها که اومد اولیش این بود. خودم یه نفر هست که تو رابطه هست تو باهاش ندیدی. کی؟ روژان. دقیقاً من از همون خوشم میاد. مهیار انتر، تو تنها کسی که هنوز ازش خوشت نیومده خانم صالحیه. تو این فصل مرحله اول بازی تویی. هر دختری که وارد میشه اول باید تو رو رد کنه تا تازه برسه به بقیه پسرا. من خوشم نمیاد اصلا با پارتنر من صحبت کنم. یه بار دارم میگم دیگه. لعنتی به مگس ماده هم رحم نمی‌کنی. سگ تو روحت مهیار، گربه زیر تختت بچه کرده. چیکار داری می‌کنی با خودت تو اون ویلا؟ خانم دکتر دستم به دامنت، یه فکری برای این مهیار بکن. این اگه اینجوری ادامه بده دخترها رو تموم میکنه میفته به جون پسرها. فقط حواست باشه چون الان داره میاد سراغ تو. پرستار لازمه. اصلا الهی تپ کنم پرستارم تو باشی. لعنتی تو دیگه کارت از تبم گذشته. از حرارتت میشه برق تولید کرد. خانم دکتر نگفتم چیکار میتونی بکنی؟ راه حلی داری؟ راه حل که والا پرستارم راه حل زیاد دارم. برای فینال که از دلش در بیارم میتونم اعلام کاپلی باهاش بکنم گردن بگیرم. هر کاری بعد دیگه اصلا خدا اینجا جمع کنه بگه بیا با این کاپل شو. تو رو قرآن شبیه هم نیستی. قرآن شبیه اون نیستم. یلدا عشق ما خر به این خوبی گیر نمیاد. آره یلدا جون مارکیوس راست میگه. این مهیار رو اینجوری نبینا. این اتفاقا خیلی هم پسر باهوشیه. من خیلی پسر باهوش زرنگیه. به خدا جدی دارم میگم. داداش بر منکرش لعنت. اگه باهوش نبودی که با این قیافه نمیتونستی تا اینجای کار 6 نفر رو ترای کنی و بشی مرحله اول بازی. یه ملت از هوش و ذکاوتت به سطوح اومدن مهیار. تو رو خدا یکم احمق شو بذار بقیه پسرا هم یه نفسی بکشن. هسته ولی نمیتونم. این کاری یه چیزی تو جوتش چی کرده. آقا جون تو چیکار به جوت مردم داری؟ مارکیوس لطفاً با فردین کاری نداشته باش. پسر خوبیه. هر تا رو نگاه میکنم جوت میبینم. واقعا ظاهر مهم نیست. آخه مهمه که دخترها خیلی خوشگلن پسرا. آره واقعا همتون فوق العاده پرفکت و جذابین. البته تا وقتی که دهنتون رو وا نکردین. زبون باز کردی ها. عجب آدم‌های دارن. یه جوری خطشو داشتم. نندازی.
ایشون وقتی میگه هیچ نری از آن سرتر نیست راست میگه دیگه. واقعا کدوم مردی میتونه همچین صدای خورناسی در بیاره از خودش؟ خورناسش از صدای مارکیوس که آدم فضایی گلفتره. بچه کنید پس اسکاچ خودمون رو توش نزن. بعد اسکاچ میشود. واقعا آفرین به این هوش و ذکاوتت مهیار. مردی که خر به خاطر یه آب مرغ ویلا رو گذاشته بودی رو سرت. دختر مردم داشت سکته میکرد از دست تو. حالا اومدی دهنی گربه رو با اسکاچ ظرفشویی میشوری. همه فوشایی که بهت دادم حلالت. آره. بهت گفتم کیا دیگه کلا مهیار جوتباخ. بیا نظر دادم راجبت بیا. مردی که 2000 تا همین نیم ساعت پیش داشتی آبجی میکردی، میخوای نظرت چی بدی؟ داداش خب قوی بلده، مخزنیاش قویه، تکنیک زد کن دیگه، تکنیک زد دیگه. دارن در مورد آقا جاوید صحبت میکنم، مدرس دوره آنلاین لیس طلایی. در ادامه یه نمونه موفق از فعالیت‌های استاد گذاشتم که میتونه واقعا تو زندگیتون به دردتون بخوره. جاوید جوتباخ. مارکیز امروز واقعا حالت خوب نیست. ببینم مگه مال آدم فضاییان میزنه بالا؟ در حالت عادی خیر، ولی جوتای اینجا واقعا استثنائیه. خب هر مردی ممکنه یه روز وقتی با پارتنرش یه جا نشسته با همچین صحنه‌ای روبرو بشه. این که نگاه میکنی یا نه خیلی مهم نیست، مهم اینه که بعدش چطوری میخوای قضیه رو جمعش کنی. از جاوید یاد بگیریم. منو بشکن چشاتو در میارم. غلط بکنم توی که اینقدر خانومی که سرم باید بزن. ببینید ظاهرا مثل خر ذوق میکنه و یه جوری رفتار میکنه انگار فرناز اولین دختر خوشگلیه که این انتر تو زندگیش دیده. همزمان باید زبان بدنتون هم با چهرهتون سازگار باشه. درست استاد؟ اینجوری که ارا بابا چرا منو مست؟ ماهو ببین. کدوم ماهو؟ خوشگله. اون نصفه شدیم کامنت شده. ببینید اینجا از تکنیک غافلگیری استفاده کرد. یه جوری لیست که فرناز اصلا پراش ریخت. گفت بابا لعنتی تو اصلا قرار نبود الان لیست بزنی. دختر قد بلند دوست داری؟ دختر قد بلند دوست این چه قشنگ مخ میزنه. داداش شما استادی. نه دیشب بهش گفتم استاد کسی تو باید کلاس آنلاین برای من بذاری. ستونم شما هنوز کلاس نرفته اینی، تازه میخوای بیاری کلاس جاوید تکنیکای خوش رو یاد بگیری رو پارتنر خودش پیاده کنی؟ بعد اصلا تو یه چیزایی داری که هیچ کلاسی رو جواب نمیده. راستی من یا خجالت نکشیدی با اون سوره و اون صلیب روشت پریدی تو شاش علی شنا کردی؟ فرم دندونای دختر برام ملاکه. فرم انگشتای دست طرفم برام مهمه. بعضی موکوتوها دوست ندارم. خب مهیار چرا انقدر زیر میزنی؟ خب تو الان از اون همه دختر با تایپ‌های مختلف همه رو تست کردی، از همه هم خوشت میومد. بعد حالا گیری ما اینجا باور کنیم دخترای ویلا که باور نمیکنن. جوانمردی نیست. این نامردیه. بله آفرین. آقای مهیار میخواد با این خانم کاپل بشه که بمونه. میدونید چرا؟ چون شما مهیار رو نمیشناسی. پرحاشیه ترین آدم این ویلا منم. با دل و جرأت ترین آدم این ویلا منم. آدم حساسی هم، آدم وسواسی هستم، آدم بسیار تمیزی هستم. حالم به هم خورد مارکیوس، بوی زارت تو اینجا اومد. اینا همه آرزوی من بودن دارن. اینا آرزوشونه جایی من رفتم برم. من خواننده هستم. آرتیست. بابا چرا انقدر دوست داریم ماهرخ بشین؟ شما نمیتونین ماهرخ بشین هیچ وقت. ماهرخ یه نقطه طلایی تو تاریخ موسیقی ایرانه. کاری که ماهرخ کرد و هیچکی نتونسته انجام بده تا حالا. منی که از شکم ننم آهنگ گوش میکردم، از وقتی ماهرخ خواننده شده یه دونه آهنگم گوش نکردم. این شگفت انگیزه. من دوست دارم اینجا بمونم. من هنوز منتظر همسر آینده‌ام. عاشقان یلدا بشتابید به پیج یلدا، چون با اینکه ضبط برنامه تموم شده ولی میدونم که یلدا هنوزم منتظر همسر آینده‌شه. پس اگه از این بانوی زیبا و خوش اخلاق خوشتون میاد، شما اولین نفری باشین که بهش پیام میدین. عزیزم این حال و روز منه وقتی میبینم ویدیو رو تا اینجا دیدی ولی نه لایک کردی، نه یه دونه کامنت برامون گذاشتی، نه حتی کانال رو سابسکرایب کردی که بعدم بازم بخندی. بابا تو دیگه کی هستی؟